السلام علیکم حاتانی عزیز. ما چیزی ویدیو را برای همسینفون هم کردنیم که همسینفون ما دگی جای باشن، اگر مرا بینن تماشا کنن، خش تواردشون شناساشن. رقم تلفنش ما نمیخوام با اونها چی باشم دوستی ما پیدا کنم، برای که من وقتی که در وطن بودم رفتم جستجو کردم همسینفون ما نیافتم، در خانه‌هاش رقم تلفنشون ندادن. همسینفون ما در مکتب رقم 9 به نام ابوریحان بیرونی در شهر وحدت مکتب خواندگیم تا صنف 8. بعد 9 در مکتب 6 خواندگیم. خواهرم قطعی اکسترنه. ابوریحان بیرونی رقم 9 شهر وحدت تمام کردگی به صنف 1 تا 8. همسینفون ما سردار سیمون نظر و گلرفتار بود. تازگی سیمون اشنا عزیزه ما اوچکام بودم. بود بچه همسینف دیگه من علاخون بود سیم من 5 کس علاخون بودیم. سه دختر بود بچه. همسینفون بچه‌ها محسن فرهاد تویر سید محسن فرهاد انا که پرسید و معلم شده، معلمی ابتدایی درس میدادم مکتبی ما تمام کرده ختم کرده. بعد انا که اشنا عزیزه معلمگی کار کرده. بعد دربارش پرسیدم گفتن که شوهر شبت چی مشکلی شد که از مکتب برو اومد میگه. بعد دوزندگی در کدام اتلیه دوزندگی در کار میکرده بود دسته. من درباره وای میپرسم لیکن اونا درباره میگم پرسیدگی نیستن، برای که میپرسن من میفهمیدم. بعد انا چی نام داره اشنا عزیزه معلمه ابتدایی شده، نظر گلرفتار معلمه ابتدایی شده کار کرده بعد کار برآمدگی. بعد محسن فرهاد معلمی ابتدایی از و تویر سعید یگانش نشدگی و رفتن که در یگانج داخل نشد. من معلمه زبان‌های خارجی شدم. من اوچکام بودم. اوچکام معناش این بود که در دوام یک هفته بهای امو طلبا را من حساب در جمع کردم کدام خواننده چگونه بها گرفته است. در ساعت تربیتی روز دوشنبه من برآمده و میکردم با معلمه با معلمه ام رهبر سیمو خبر میدادم در چیز ساعت تربیتی. من خیلی بود اشکام بود با طلب رو حساب کتاب هم انا مینه با هم کورس هم سینفون وای کردنیم که اگر ما بود در اونجا خش توارشون اگر ما تماشا کایسته باشن و می هم سینفون محترمی ما رسانه که من میخوام که با آنها در رابطه باشم بپرسیم چه حال احوال دارن. خصوصا می اهل خونه من آخه ببینم که محسن فرهاد که نظر گلرفتار ایشون عزیزه در نفتی باز زندگی میکردن. محسن فرهاد در جمهوری 2 در کوچه ما زندگی میکردن. ای نظر گلرفتار در جمهوری 2 او محسن فرهاد در نزدیکی مکتب خانه‌شون اکوش با حسن حسین بودن. محسن فو ای نظر گلرفتار با خواهر داشت، نام خواهرش یاد نیست. برای که من علمایی که با همراهیشون رابطه که ندارم نمیدونم نامشون چه ای همسینفون ما فامیلیو نامشون نمیدونم. برای همین کسی که اگر بین ای خشت بارشون خبر رسانی که من میخوام که همسینفون ما یک احوال پرسی کنیم که بعد کووید چه احوال دارن. در کووید چقدر آدمای دنیا گذاشتن که خسته و یک که بکه نمیرسه آدم با آدم میرسه خسته. شاید که آیا از دیدار من میسو خرسان شوم یا که من خرسان میشم حتما، برای که من همسینفون ما علاخونه قطعی ما رابطه داشتیم، رابطه درسی داشتیم، خیلی رابطه چی میگن محبت یگانجا گشتن رفتن نداشتیم. و در وقتی ما کسی دوستی عشق عاشق میکرد پناهی میکرد همسینف ما یک بچه را عاشق شده بود شعر مینویست همسینف ایمونی پارالل نی ای بیبید با ما دوستی میکرد و ما گشتم تو بکوری شعر مینویسی ای ما رو دوست به تو عاشق نشده باش که اگه جو میدونی طرف من خیلی گفتم عاشقی شی با یک پگاو میزنه کی ما وقتی عاشق شویم آدم همه خیلی خلاص کلام کی الحمدلله من نجای یافتم این عشق عاشقی. تا حاضی من نمیفهمم که عشق عاشقی با این زن و مرد چیه، برای که هیچ فقط با کتاب بود و خوندن بود. کتاب خوانی هیچ فقط با کتاب و زمینه میخونم تعلیم میگیرم با آدم میرسونم. برای که عشق فقط به خداوند باید داشته باشه، فقط خداوند باید دوست داریم، بنده اصلی خداوند باید باشه. عشق به بنده انسان چی میکنه؟ یک روز میکنه شرمنده هم خسته. عشق خداوندی ما رو هیچ گاه یگان بغیر از خوبی و خوشنودی خوشحالی و چی میگن خوشبختی دیدی چیز دیگر به ما نمیورد. نه خیلی لایک پاتیسا فراموش نکنین.